تمرین مراقبه لبخند درونی. لبخند درونی یک مراقبه نیرومند برای التیام و آرامسازی درونی است. آرامسازی عمیق می‌تواند تنش‌های فیزیکی و ذهنی که باعث انسداد انرژی چی ناسالم می‌شود را از بین ببرد. لبخند درونی باعث تقویت انرژی اندام‌ها و غدد آرامسازی و تمرکز قلب، ذهن و به طور کلی نیروی حیاتی می‌شود. این تمرین آگاهی ما را نسبت به بدن و هستی درونیمان افزایش می‌دهد. زیرا یاد می‌گیریم با اندام‌ها، غدد، ستون فقرات و دیگر بخش‌های خاص بدن و حتی با روح خود ارتباط برقرار کنیم. تائوئیست‌ها کشف کردند که آگاهی فقط به مغز محدود نمی‌شود، بلکه در اندام‌های حیاتی و حتی به شکلی ظریف‌تر در تک تک سلول‌های بدن نیز ریشه دارد. با لبخند زدن به اندام‌ها و قدردانی از فعالیت آنها به تدریج هوش بدن را دوباره بیدار می‌کنیم. معمولاً آنقدر با بدن و احساسات خود بیگانه‌ایم که تا زمانی که ناهماهنگی‌های درونی به بیماری جدی تبدیل نشدند متوجه آن نمی‌شویم. تمرین روزانه لبخند درونی فرصتی برنامه‌ریزی شده برای نگاه به درون است. در این تمرین حال بدن، چی، تنفس و احساساتمان را